مگه میشه عصبانی نشی؟ گاهی وقتا در شرایطی قرار میگیری که باعث عصبانیت و خشم تو بشه، مثل ساختمون سازی که در واقع الان داره انجام میشه. این صدای آزاردهنده است و باعث میشه که خیلی از ماها عصبانی بشیم. یکی از روش‌های کاهش عصبانیت اینه که اون موقعیت رو ترک بکنیم. دومیش اینه که از 1 تا 20 بشماریم و سومین موقعیتش اینه که ما از دم و بازدم استفاده کنیم. 5 ثانیه دم و 5 ثانیه بازدم. این کار رو 5 بار انجام بدیم. این کارها کمک میکنه به اینکه در واقع یه لحظه آرام بشیم و اون خشم و خشونت در ما کاهش پیدا میکنه. با این شرایط مجبوریم. گاهی وقتا در شرایطی قرار میگیری که باعث عصبانیت و خشم تو بشه، مثل ساختمون سازی که در واقع الان داره انجام میشه. این صدای آزاردهنده است و باعث میشه که خیلی از ماها عصبانی بشیم. یکی از روش‌های کاهش عصبانیت اینه که اون موقعیت رو ترک بکنیم. دومیش اینه که از 1 تا 20 بشماریم و سومین موقعیتش اینه که ما از دم و بازدم استفاده کنیم. 5 ثانیه دم و 5 ثانیه بازدم. این کار رو 5 بار انجام بدیم. این کارها کمک میکنه به اینکه در یه لحظه آرام بشیم و اون خشم و خشونت در ما کاهش پیدا بکنه. با این شرایط مجبوریم.